بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده شستم، طواغیت را بشناسیم. طاغوت در لغت به معنای سرکش، طغیانگر و نافرمان. یعنی طاغوت چی را میگن؟ طواغیت جمع طاغوت است و طاغوت در لغت چی را میگن؟ یعنی سرکش را میگن، طغیانگر و نافرمان را میگن. کسی که از حکم الله سرکشی میکنه، طغیان میکنه، نافرمانی میکنه. و در اصطلاح طاغوت تجاوز بنده از حد و اندازهش می باشد. در اصطلاح چی رو میگه؟ که یک بنده از حد و اندازهش تجاوز می کند. این بنده دیگران را به عبادت، مطابقت و یا هم اطاعت از خود دعوت می نماید. یعنی همین شخص چی میکنه؟ دیگران را میگه که بر ما عبادت بکنین، یا مطابقت به ما بکنین و یا هم اطاعت ما را بکنین. از این خاطر علما میگن که طاغوت چی میشه؟ سه قسم است. یکی طاغوت معبود است، به عبادت دعوت میکنه. طاغوت متبوع است که به اطاعت دعوت میکنه و طاغوت مطاع است که برای اطاعت. حالا ما و شما چی میکنیم؟ طاغوت متبوع، معبود، مخلوق است که دیگران در مقابل او عبادت را انجام دهد و او از آن راضی باشد، خواه خودش طلب نموده باشد و یا خیر. اینا چی میگه؟ میگه و من عوبده و هو راضٍ. یعنی یک کسی است، مثلا یک شخصی در مقابل از او یک عبادت انجام میده، مثلا پیشونی از او سجده میکنه یا برش رکوع میکنه یا دست دوباره پیشش تو بالا میکنه. این حال اگر امی شخصی که عبادت در مقابلش میشه و او از او راضی می باشه، باز او را طاغوت معبود میگن. چرا؟ اگر راضی نباشه باز او طاغوت گفته نمیشه، او معبود باطل گفته میشه، اما طاغوت باز گفته نمیشه. یعنی شرط طاغوت همی است که وقتی در مقابلش عبادت میشه، خواه مردم دعوت کرده باشه یا نکرده باشه، منتها از او راضی می باشه که ولی در مقابل میکار کرد قرار چپ شیشته او را منع نمیکنه. چرا؟ در مسئله عبادت غیر الله باید انسان چی کنه؟ نهی از منکر بکنه. نمانه اون نفر سر خود پیش ازی خم بکنه، یا نمانه که برش سجده بکنه یا رکوع بکنه یا ود زیر پایش باز یا گوسفند بکشه. باید چی کنه؟ ممانعت بکنه. اگر همین شخص در مقابلش همین عبادت شد و او خدا خاموش گرفت، مخالفت نکرد، ای به یک طاغوت مبدل میشه. طاغوت مطبوع چی رو میگن؟ به علما و رهبران دینی گفته میشه که صلاحیت حلال نمودن را، حلال و حرام نمودن را به دست خود میگیره. قانون ضد شریعت الله میسازن و آن را نسبت به شریعت الهی ترجیح میدهن. وقتی که قانون ساختن، اینا مثلا چی میکنن؟ بعضی از راهبا و رهبان، احبار، یعنی علمایی که بودن در یهود، اینا چی میکردن؟ حلال حرام میساختن، حرام حلال میساختن. و مردم هم چی میکردن؟ و همین قانونی که خودشان ساختن بازی را نسبت به شریعت الهی ترجیح میدهن. هم گپ خودم میگن که گپ ما درست است. اینا اگر کس هموتی یک چیز میسازه که حلال الله را حرام میسازه و حرام الله را حلال میسازه، الله چیزی را گفته حق است، برش میگه باطل است، و چیزی که باطل گفته الله او را حق میگه. اینمی انسان اگر عالم دین باشه و این کار میکنه، این خودم عالم به یک طاغوت مبدل میشه. چرا؟ الله متعال میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. احبار و علما و رهبان و امو پیرای خدا اینا ارباب گرفتن. چرا؟ اونا چی میکردن؟ اونا حلال حرام میساختن، حرام حلال میساختن. وقتی که کسی این کار بکنن بازی را طاغوت متبوع میگن، که یعنی از این متابعت میشن در حلال و حرام، جایز و ناجایز، حق و باطل. قسم سوم طاغوت مطاع هست. طاغوت مطاع چی میگه؟ طاغوت است که به عوض احکام و شریعت الهی قوانین و دستورهای خود را به مردم تحمیل میکنه. مثلا این گونه طاغوتان شامل پادشاهان، رهبران سیاسی، حکومتی، پارلمان های میگردد که به عوض شریعت الهی قانون خود را بر مردم تحمیل میکنه. اینه اگر یک انسان باشه یا یک پادشاه باشه یا یک رئیس جمهور باشه یا یک رهبر حزب باشه یا یک رهبر گروه باشه
یا یک پارلمان باشه یا یک حکومت باشه، این قانون بسازه که به ضد شریعت الله باشه. مثلا در شریعت الله شراب حرام است، این میگه که شراب حلال است. بسیاری از پارلمان ها، مثلا در هندوستان یک وقت ما رفتیم پرسانشان کردیم، گفت شراب پارلمان ما حلال، گفته ما میخوریم. خلاص کی حلال کرده؟ مگه پارلمان ما. این حال اینی پادشاه یا عضو پارلمان یا رئیس جمهور یا سردار یا هر کسی که باشه، کلان قبیله، اینالی وقتی که یک حلال الله را حرام، قانون میسازه که حلال و حرام الله را تغییر میده. قانون میسازه که در او قانون از او مثلا چیزی که در شریعت الله ناروا هست او را جایز قرار میده. پس اینمی به یک طاغوت مبدل میشه، به یک طاغوت مبدل میشه و این طاغوت است. همچنان شامل ساحران، جادوگران و فیلبین های میشه که قوانین از خود ساخته بالای مردم تحمیل میکنن. بعضی از جادوگرا و فیلبین ها هستن که هم قانون میسازن و سر مردم مثلا فرعون چی میگفت؟ ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیر. این یک پادشاه ظالم و طاغوت بود، میگفت ما به غیر از معبودی که ذاتش عبادت شود و قانونش اطاعت شود، به غیر از ما کسی دیگه نیست. این خدا اله جور کرده بود. اله عبادت میشه و قانون شریعتش اطاعت میشه. یکی از علما به نام سید قطب میگوید فرعون ادعا نمیکرد که او خالق و تدبیر کننده کائنات است. یعنی فرعون نمیگفت که من خالق هستم، من تدبیر کائنات من میکنم در آسمان ها. همچنان برای مردم نمیگفت که او شاعر عبادت را در مقابل وی انجام دهد. ایرام نمیگفت که برای من عبادت بکنین، بلکه ادعای حاکمیت و تطبیق قانونش را بالای مردم مینمود. به مردم میگفت که قانون طاغوتی مرا اطاعت بکنین. آنان او را عبادت مینمودند که مربوط به تسلط وی به تطبیق قوانین، اوامر و تطبیق نظامش میشه. یعنی فرعون نمیگفت کسی ببر ما رکوع و سجده بکو، بلکه میگفت قانون مرا که ضد شریعت الله هست اینه میره اطاعت بکو. اگر این اطاعت کردی تو چی هستی؟ تو اینه طرفدار ما هستی. برشان میگفت که ما علمت لکم من اله غیر. حالا مثل که مثلا در بسیاری از کشورها یک نفر میره در روسیه، اونجا چی میگیره؟ تابعیت میگیره. او برش میگه که اینمی قانون ما که ضد شریعت است، امیر اطاعت میکنی. این حال امیر روسیه یک مملکت چی است؟ طاغوتی هست و کسی که قانون از را قبول میکنه اون چی کرد؟ پیروی از طاغوت کرد. بسیاری از مملکت ها هستن که قوانینشان ببینید شراب حلال ساختن، زنا را حلال ساختن. مثلا میگن زنا بکنین پروا نداره، شراب اینجا مشکل نداره. اینمی قوانین ساختن و باز دیگرها این بعد یک طاغوت مبدل میشن. اینا یا طواغیت هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.